من بیشتر به خاطر آگهی بود که تو روزنامه زده بودین. مکالمه کامل انگلیسی در یک جلسه. میشه واقعا؟ آره امکان پذیر هستش. انگلیسی چیزی بلدی صحبت کنی؟ یس چی میشه؟ چی؟ یس. خب هنوز که یادم ندادین که اول بعد یادم شما معلمین. خب What is your name؟ چی؟ پرسیدم اسم شما چیه؟ پدرام. انگلیسیشو ولی نمیدونم. انگلیسی چیو؟ پدرام. پدرام. ایراد نداره. خب حالا همینطوری باید چشماتو ببندی و تمرکز کنی و همینجوری رگباری انگلیسی صحبت کنی. الان فکر کن، تمرکز کن، چشماتو ببند، شغل کن خودتو. الان نمیاد چی. به یک کلمه انگلیسی فکر کن. یک کلمه انگلیسی بگو. هیچی بلد نیستی؟ خب آخرین که یادم ندادین. باید تو یک جلسه صحبت کنی. متوجهی؟ باید تو یک جلسه صحبت کنی. الان چشماتو ببند دوباره. خب الان خیلی چی نمیاد. خب مگه دست خودته؟ من سرسخت تر از تو شو به راه آوردم حرف زدن ابله عوضی. حالا یه جلسه من خیلی عجله ندارم. 2-3 جلسه. الان حرف مف نزن. خب تو این کیف 5 بوکس هست، شلاق چرمی هست، شوکر هست، تناب هست. خودت باید انتخاب کنی. سعی دارم میکنم تو چی؟ هیچی نمیاد. چی؟ باید قبلا فکرشو میکردی. به من ربطی نداره. اگه میخوای طلوع فردا رو ببینی باید تو یه جلسه انگلیسی صحبت کنی. من که هیچی به من درس ندادی. من هیچی بلد نیستم. ببین وقت زیادی نداری، بهتر درس از مقاومت برداری. درسم یه خبری هم بدادم. برادر کوچیکتم به شماست. به داداشم چیکار داری؟ اون بچه است اصلا رفت. حرف مف نزن. ولش کن. ببین همسایه بغلیت همینجوری مثل تو بود، منتها خیلی دیر صحبت کرد. زمانی صحبت کرد که من آمپول هوا رو تزریق کرده بودم. من پشیمون شدم. من اصلا نمیخوام یاد بگیرم. شما برین. من برم؟ بله. من از اینجا میرم، در رو قفل میکنم، ولی دنبال نشتی گاز نگرد. تا 5 دقیقه دیگه خفه میشی. I hate you crazy man. I will kill you. Shame on you. آها. I don't want to learn English. باشه منو حلالم کن. روزی یه دونه فیلم ببین بدون زیرنویس، چون انگلیسی خیلی فراره. فیلم چی داری خونه؟ I have only a few titles. What؟ Just a few titles. ببخشید من متوجه نمیشم چی؟ I have only a few titles. باشه همینی که میگه همین خیلی خوبه. همینجوری تمرین کن، کاری داشتی با من تماس بگیر. خدا. Which kind of movies? جان؟ Which kind of movies? Comedies, romantics, action. اونم سلام میرسونه. خداحافظ شما.